پیام امروز احساسی چیه؟ 3 بار اسم عشقت رو به زبون بیار، نیت کن تا بهت بگم این کارتا چه پیامی برای تو داره. از یک اتفاق خیلی خوب میگه، از یک خبر میگه، زنگ میگه که به زودی اتفاق میفته، تغییر تحولاتی که قراره توی رابطه شما بیفته و از یک چشم انتظاری خارج شدن برای شما هستش. برای من داره میگه که رابطه شما رابطه‌ایه که اوکی میشه، درست میشه و یک خوشحالی از سمت طرف مقابل دارین انشالله. و خبر ببینید، اگر نیت خبر دارین، همش داره از زنگ و تلفن و خبر داره میگه. این آدم هر جا که هست، چه رابطتون کاته چه قهرین، به زودی زمانش هم نزدیک هستش که برای شما اتفاق میفته، زنگ، تلفن، خبر و یک کاری هم توی رابطه برای شما میکنه که به شدت خوشحال و سورپرایز میشی انشالله.